کارکرد فست موشن یا حرکت سریع در سینما. درود، الهه شاه حسینی ام و خیلی خوشحالم با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم. تو این برنامه تصمیم داریم در رابطه با کارکردهای فست موشن یا حرکت سریع در سینما صحبت بکنیم. امیدوارم برنامه قبل رو دیده باشین، چون یه توضیح تقریبا مفصلی در رابطه با اسلو موشن داده بودم که لینکش رو براتون میذارم، حتما مشاهده کنین اگر ندیدین. و توی این برنامه میخوایم بگیم که برخلاف اسلو موشن، فست موشن چه کارکردهایی میتونه داشته باشه. همونطور که توی تکنیک اسلو موشن ما فریم هامون رو با سرعت بیشتر از 24 فریم بر ثانیه تصویر برداری میکنیم و موقع پخش با همون سرعت نرمالمون که 24 فریم بر ثانیه هست پخش میکنیم، توی فست موشن ما با سرعت کمتر از 24 فریم بر ثانیه تصویر برداری میکنیم و همین کمتر بودن سرعت نسبت به سرعت نرمال موقع پخش فیلمی رو به ما نمایش میده که حرکات خیلی سریعتر و تندتر اتفاق میفته. یکی از کارکردهایی که توی فست موشن حتما همتون دیدین در رابطه با اینه که یک فیلمساز میخواد یک اتفاقی که تو زمان طولانی افتاده رو در تایم کمتری به ما نمایش بده. مثلا مثل تعمیر یه خونه یا تمیز کردن داخل یه خونه یا غروب و طلوع متعدد خورشید که بخواد توالی روزهای زیادی رو نشون بده. تمام اینها رو با تکنیک فست موشن میتونن به صورت سریع توی تایم خیلی کمتری اون زمان زیاد رو نمایش بدن. به این تکنیک اصطلاحاً تایم لپس هم گفته میشه که توی اکثر دوربین های دیجیتال هم الان امکاناتش وجود داره که شما میتونین با سرعت بالایی از یک اتفاق که تو تایم زیادی رخ میده فیلم برداری بکنید. اما کارکردهای دراماتیک تر دیگه هم فست موشن داره که الان براتون میگم. تصور بکنین کاراکتر شما توی یک محیطی قرار داره که تمام پیرامون اون با حرکت سریع دارن حرکت میکنن، حالا آدم هایی که دارن تردد میکنن توی خیابون یا ماشین هایی که دارن با سرعت بالا تردد میکنن و سرعت کاراکتر شما سرعت نرمالیه. اینجا شما از لحاظ ذهنی و حسی میتونین کاراکترتون رو دارای انزوا و یک کاراکتر تنها و جدا شده از اون محیط پیرامون خودش نشون بدید. و حالا معکوس این حرکت چه اتفاقی میفته؟ زمانی که شما سرعت پیرامون رو سرعت نرمال قرار میدین و حرکت‌های خود کاراکترتون فست موشن ضبط میشه. در واقع وقتی کاراکتر شما توی یک محیطی که سرعت نرمال داره خیلی فست حرکت میکنه، شما اون رو از لحاظ ذهنی یک کاراکتر روانپریش یا دچار مشکلات روحی روانی و یا استرس خیلی بالا میتونین نشون بدین. سومین کارکرد که قدمتش برمیگرده به قدمت خود تاریخ سینما، فست موشن هایی هست که توی فیلم های کمدی فیلم برداری شده. توی فیلم های تاریخ سینما اکثر فیلم های کمدی به صورت فست موشن فیلم برداری می شدن، به خاطر اینکه اون حرکات سریع بازیگرها باعث می شد که یک حس مکانیکی و حس خنده آورتری رو به اون فضا اضافه بکنه که فیلم های چارلی چاپلین، باستر کیتون تماما با همین تکنیک فست موشن تونستن اون خنده های بیشتری رو توی کارهاشون اضافه بکنن، به خاطر اینکه اون حس اگزاجره و تند شدن که فراتر از حرکت واقعی هست ناخودآگاه ما رو به خنده میندازه. اما امروزه خیلی کمتر از فست موشن تو فیلم های کمدی استفاده میشه، به خاطر اینکه دیالوگ وارد سینما شده و حس کمدی و طنز ها بیشتر از رد و بدل شدن اون دیالوگ ها به ما منتقل میشه و فرم بازیگرها تا اون حرکاتی که بخوان به صورت سریع و مکانیکی و ماشینیوار انجام بدن. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و اگر این ویدیوها رو مفید میدونین
حتما سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که به محض اینکه ویدیو جدید بارگذاری میکنم ازش مطلع بشین. اینم بدونین که لایک و کامنت های شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیوها رو تماشا بکنن و انگیزه بیشتری برای تولید ویدیو برای من میشه. تا برنامه بعد، فعلا.